میگیم از نام تمام فرزندان تا لحظه های خرسندی را با همراهی شما با هم ببینیم. رفتید. السلام علیکم پدر و مادران عزیز، السلام علیکم مهمانان این خانواده عبدالله احمد. من امروز برای تبریک کردن یکی از آن فدایی های کاری خود که من طول چندین سالها برای خلق دهه عزیزمان جان فداکارانه خدمت کرده ایستادند، سر دختر دهه آهلیکی عزیزمان امروز جبار و خرسنده خلاص زادرس دارند. یک تو برایش هم خرسکی وقت از زنیم سخنها را سر میکنیم. حالا جانی عزیز امروز با جشن زادروزتان صمیمانه و عاطفانه تبریک میگوییم. مولودتان خجسته باشد. از نام فرزندان، از نام عبدالله احمد، از نام جگربندان میخواهیم شما تبریک کنیم. تمام نیت های نغز و نیک را از نام تمام مردم آهلیگ با امروز جشن یوبیلیتان 60 سالگیتان صمیمانه تبریک میگوییم. شما یکی از آن کسب‌های پرشرف و وظیفه‌دار شده من امروز در خدمت مردم عزیزمان هستید. من چخلی که می‌بینیم سرور دولت نیز تاکید کرده ایستادند که بعد از پاندمی قهرمان دور زمانه حاضر ما دختران هستند. در وقت پاندمی از هیچ چیز خفا نگشته برای خلق و وطن خدمت جان فداکارانه خدمت خود را نشان دادند. این وظیفه بزرگترین است. زادروزتان مبارک. من شما کسی پرشرفترین را وظیفه دار شده تا حال من در خدمت مردم هستید. هیچ وقت خستگی را نبینید. همراهی احمد جان عزیز ما عمری دراز نصیبتان گرداند. حضور و حلاوت فرزند و نبیره و ابیره ها را دیده گشتن نصیب کند. نوبهاری گلفشانی دلکشایم مادرم، قوتی جان و دل و عقل رسایم مادرم. من ز لطفی بیکناری تو رسیدم بر کمال، برق فکری روشنی دیده هایم مادرم. الله های فارم و پند و نصیحت های تو شد سرودی زندگی با بقایم مادرم. بر سرت بیش گفته گلهای سفیدی آرزو باعثی اوجی من و نشع و نمایم مادرم. برکت خم گشته و چین و جبینت جان فدا، اول و انجام من صبح و صفایم مادرم. مادر عزیز پیش از همه صد دختر باشد هم برای فرزندها مادر هستند، مادری مهربان. حاضر تا آمدن فرزندان گفتند که برای ما چشمه خشک نشونده هستند، برای ما همراهی پدرم یلکه به یلکه ایستاده ما را خواندند، از هیچ کس کم نکرده از همه زیاده کرده به وای رساندند، صاحب معلومات عالی گرداندند. در زندگی راهی خود را یافتند به انسان‌هایی هستند که ما را راه نشان دهنده هستند. آن همین در زندگی یک شاهراهی کلان باشد، آن همون شاهراهی کلان ما پدر مادر عزیز ما هستند. هیچ وقت خستگی را نبینم و دمی پیری به دولتی پیری دیده گردند. زادروزتان مبارک. مرحمت. در اینجا دسته گل‌های زیبا است برای مادر عزیز می‌سپاریم. مرحمت. نتا قرصک می‌زنیم در وقتی گل‌ها را سپاریدن. زادروز مبارک. خدا کند که در توی نکاحی نام پیرو جان شما تا که چیویلده خشم در آمده کل این سلام های خونید. عبدالله مکم سروبر شد توی کلا و نگذرانند و انم خیلی رسای خورسندی به تبریک گوییم. از دانکش هم مغز شیرین بگوید. من این نبیره های بینید هر یک تاشون برای شما شیرها دارن میخواهند برای شما خواننه کنه که سر قدمیتیت پیش شما بید. مرحمت. آبروی اهل دین از خاک پای مادر است، هرچی دارد این جماعت از دعای مادر است. آنچه در وسط بهی فرمود قرآن کریم، صاحب قرآن میگفته از زیر پای مادر است. السلام علیکم مادر کلان عزیز، من شما را با روز زادروزتان تبریک میکنم. به شما صحت سلامتی عمر دراز خواهانم.
خانه آنا جان تبریک میکنم صد بدرایه. مادر کلان مهربان و غمخوار مایان از نام نبیره‌ها و فرزندان و شما تشکری زیاد میگوییم که ما کی وقت که در وقت بیماریمان به ما نجات میشدید. از نام همه فرزندان و شما تشکری زیاد میگوییم. السلام علیکم مهمونانی بیجانم دادا جانم. من اهمی فرصتی بر قیمت استفاده برده بیجان ما تبریک میکنم صد بدرویم دادم که شفیر شوم هرچی تو دادای بی نمیکرگی سیک هاگن منبا همه وقت منبا نجات کن همه وقت منبا غم خور همه وقت منبا پشت پناه شده آمدگم خداوند میخوام که همه وقت در سر ماندیاشون سب سلامت گردن روزایی که شدگه که با هم با همه وقت درد دادگیم حیات رنگ‌های رنگ برم بودگیشه آموختگیم در خلق خوب خدمت ها کردگیم اهمی فرصت استفاده برده بی جان داده جان شما به محنت های کارگیتون به زحمت های مانت کشیده کلون کارگیتون به رحمتی کلون میگم شما به چی که تعظیم کنیم هم کمه چی خدمت کنیم برای شما کمه وقت صحت سلامت کرده. رحمت مبارک باشد. زادروز مبارک. مرحمت. البته خواهر عزیز نیت‌های نغز و نیکشان رو برای مادر مهربان میرسانند. السلام علیکم دوستان مادرم خویشاوندان و همه شمایان خوش آمدید میگویم و مادری عزیزم صحت سلامتی عمری دراز و همه خدمت هایی که برای ما کردن شب روز نگفته برای ما خدمت ها کرده همه ما خواننده معلومات عالی کردن صاحب کسب کردن و هر دیشان رحمتی کلون میگیم تشکرهای زیاد میگوییم الها در سر ما صحت سلامت گردن بی درد و بی غم شوند دولت پیری نصیب گرداند رحمت به همه خویشاوندان دوستان مادرم خوش آمده. رحمت تشکر میگویم. البته پرویزکا گفتند که من هر شهر میدارم از نوع ما یک تحفه زیبا برای مادر عزیزم که خودشان تلای زیبای ما هستند ضرور زیوری خاندانی ما هستند حاضر منه کلین پاشا تبریک کرده آن تحفه های زیبا را از نام خودشان میرسانند. مرحمت. نزد مادر گر نشینی درد و غم کم می شود قدر مادر گر بدانی خاک گیری زر می شود زر بیابی ولی زرگر نیابی امیدی زر نیابی غنیمت دان که هر یک حرف مادر پس از مادر دیگر مادر نیابی پدر دریاست مادر آبی آن است پدر دنیاست مادر زیبی آن است پدر کوه است مادر قله ای اوست پدر خورشید مادر نوری آن است. السلام علیکم اهل خویشاوندان عزیز خوش آمدید میگویم به امروزه محفل ما به زادروز مادر عروسم. بیملا جان صحت و سلامت باشید همه وقت سربلند باشید در اطراف انم خیلی دوستان مهربون باشید تا توانی دوستان را گم مکن دوستانی مهربان را گم مکن در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کن کسان را گم مکن بیملا ملامکم کتی خوشپیر شوی خوشپیری بیدر شوی حضور حلاوتی نیوره و ایوره ها را بینید خورشید صفت بسا جهانگیر شوی 100 ساله شوی دو پس از آن پیر شوی زحمت هایی که شما کشیدید برای زندگی فرزند نبیره ها برای مایان به هر خدمت های شما تشکر زیاد میگویم رحمتی به حساب به شمار برای شما. رحمت پسندان میگویم مبارک باشد. البته قرصک‌های همراه شده تحفه ها را برای مادر جان عزیز میسپارند. مرحمت.
ارزنده و زیبنده باشد. مبارک باشد. زادروز مبارک. این لحظه باشد مهمانان عزیز هم ما امروز صاحب جشن ها به نزد شیرینی زیبا یک جای رفته عبدالله احمد همراهی خورسنده خاله یک جای نیت کرده شیرینی را میبریم و از آن شیرینی تناول کرده به هم میبینیم. مرحمت به نزد شیرینی همراهی فرزندان همراهی نزدیکان. مرحمت. جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زادروز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست این روزی نکویتان مبارک مبارک دل شادم از غم همه آزادم مایان همه دل شادم از غم همه آزادم تبریکی شما گویم تبریک مبارکباد میدم آیان میخواستم که چی نیتایی که در دل دارن جامعه عمل پوشد هم وقت مول شیم کم نشویم فقط روزای نغمه گو کنیم ماندهی چه زودش میگن رحمت یک قرصک زدیم گلداشت از نام آرش از نام دادارای عزیز من یه رسمه بیارید یه رسمه بیارید نبینید آفرین احسن شما با احسن صاف باشید خورسان های رسمه بینید این پدر مادر مهربان را بینید بردارید مردم بینید یک قرصک گرم شما برادر آفرین صد نداره هم نگفتم بالا بابا مردم منم شما آنم دفاعی که مردا در زیوت از نام کلیو داشتم توفه قیمت با از نام خوارکو از نام یک جاییست یک رست گیره با یک جاییست یک رست تو جاییست سر بی من جای شما میدونم انم اینجا ایستاده حاضر آیتی یک سخنی ناز بگن انم اینجا مزرفا آیتی اینجا بیاید خانه جان اینجا بیاید شما اینجا بیاید یک راست بغلتید اینجا بیاید من اونا باید قصد زنید 92 بدرام اگه این آدم این بینید این آدم بینید این الهی خواهید من موبا میبید آنها اینجا بید اینجا یک چیز یک تنیت کنید ویدیو ببینید
Şömedi. Nurra kizide toyisa. Tokumada salomada ve. İcaba şuma. Dideni dilari dostan davlat است. وصلی یاران و محیبان دولت است. پند پیران است گنج بی‌بها. گوش کن بر پند پیران دولت است. یک قرصک برای انمی دوره، برای انمی آیتمان، برای انمی خوارکای عزیز. ساق باشد، سلامت باشد، دوره آرا باشد. الهی یکان تاتون کم نشید، فقط زیاد شود. 100 سالگی انمی کمپیر و بعد 100 سالگی خورستانهای با هممون یک جایی باشه. زاید فهم باشد در نمروز. الهی sağ باشید. مرحمت استیدین گجابتو. حالا نگرفتیم جکان جمده است. مرحمت سردای من برای شما. Barcha guruhdoshlarimiz, kursdoshlarimiz nomidan dugonamni tabriklaymiz bugungi tavallud kuni bilan. Kishiga uzoq umr, sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Nimaiki yaxshi tilaklari bo'lsa, barcha tilaklariga erishsin, pochcham bilan qo'shilib qo'sha qarsin, farzandlarini barchasini kamolini, baxtini ko'rsin. Hamisha ularga bosh bo'lib yursin. Ishlariga muvaffaqiyat, hamisha go'zal bo'lib, chiroyli bo'lib, yosh bo'lib yursin. Gulday ochilib, sochilib yursin. 100 yoshlarga kiring. Nasib bo'lsa 100 yoshlik yubileyingizda mana shunday qora ko'zlar bilan o'tirish hammamizga nasib etsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun dugonamiz xursandani eng yaxshi xursand kunlariga o'tiribmiz. Shu fursatdan foydalanib, o'z nomidan, oila a'zolarimiz nomidan, shu yerga kela olmagan barcha kursdosh do'stlarimiz nomidan biz bir gruppada 6 yil o'qiganmiz, chalamiz. Shuni eng yaxshi kunlari bilan muborakbod etaman. 60 yosh emas, 70, 80, 100 yoshlarga kirsinlar. Shu yoshlarda ham mana shunday yaxshi kunlarga hammamiz to'planib, yonlariga o'tirib tabriklab turaylik. Abdulla aka bilan baxtli bo'ling, qo'sha qaring. Ana shu farzandlaringiz o'zidan ko'paysin, ularning kamolini ko'ring. Nabiralaringizni sanab, abiralaringizni ismini topolmay, sonini topolmay yuring doim. Doim sog' bo'ling. Shu mashaqqatli ishingizga omad tilayman. Ustizdagi oxiratingizga hech qachon dog' tushmasin. Hech qachon elning nazaridan qolmang. Doim hammani ana shu kunga aytilgandek sevimli doktor bibisi bo'lib yuring. Avvalambor hech kim kasal bo'lmasin. Hamma sizga faqat yaxshi farzandlarini ko'rsatishga olib kelsin. Doim sog' bo'ling, yuzlarga kiring. Do'st bilan obod bo'ling. Gar bo'lsa ulvay. Do'st qadam bosmas ekan, vayronadir koshona ham. İntizor hardir dilovar, dilkisholar bazmiga. Gar oyoq bossa qabohat, yig'lagay ostona ham. So'rma mendan kim diloro, do'st mi yo jonona deb. Do'st mening jonimdadir, ko'nglimdadir jonona ham. Doimo do'stlar davrasidan ayirmasin. Bir umr sog' bo'ling, baxtli bo'ling, do'stlaringiz ko'p bo'lsin. Shu kishi ham Buxorodan, ha? Bir onarsiz Buxorocha bo'lsa bo'lmasa. Bitta Buxorocha bo'lsin qani? Bu nevarangizmi? Ha? Nevara asaldan shirindi. Bu kishi o'g'liga shunday qaramaydi, nevarasiga qaraydi. Shundaymi? Qaramaydi. Otilar. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Mana mikrofon sizga intizor. Rahmat. Men beyvarda o'tiraman. Rahmat. Avvalambor siz deganingiz uchun rahmat. Heynim Buxoro shahri makun Tojikiston to'xum naq namidonim. Baroyam mebaxshiton o'zbek gap misanam. Maylashmi? Rahmat. Bizlar mana 4 ta kursdosh o'tirgan ekanmiz. Kursanda
bizning oramizda eng aqlli, eng bir chaqqon, eng bir iboda hayoli qizlarimizdan biri edilar bu kishi. Mana hozir ham ko'rib turibmiz, davrlarda bir ajoyib insonlar o'tiribdilar. Mana shu insonlar doim sizga hamdard. Shunaqa qatori biz ham doim xursandchiligingizga sherik. Ilohim qayg'u g'am degan narsani ko'rmang ilohim. Pochchon bilan qo'shapir ayolband bo'lib 100 yoshlarga kirib mana shunaqa yubileylarni 100 yoshlik yubileyini o'tkazing ilohim. 120, 150 yoshlarni o'tkazing ilohim. Chunki sizga ob-havo bor, sharoit bor, yashaysiz. Ayni shunaqa bir gap bor-ku, agar samounisheniya deydi, odam o'zini ishontirib bilsa 200 ga ham kirar ekan. Xitoyliklar 222 yoshga kirgan bir xitoylikni televizordan bilan 10 yil oldin ko'rsatgandi. 250 ga kiraman degandi. Hozir bormi yo'qmi bilmayman. Agar odam niyat qilsa o'sha yoshga yetar ekan. Sizga tog' havosi. Biz orzu qilamiz bunaqa ahvollarni. Qoraversangiz cho'l hamma joy. Bir biz Shveysariyaga yurganda bo'lyapmiz. Biz 150 yoshingizga ham kelamiz. Doim 100larga kirib, 150larga kiravering, nabira, abira, chabira, kabiralarni o'zini ko'ravering. Pochon bilan doim birga bo'ling, o'sha bir bo'linglar. Rahmat siz berganingiz uchun. Rais bova. ما هیچ زمانه هیچ دنیا همه هیچ ای هیچ زی بحری هیچ بر هیچ مپیچ دانی که زی آدمی میمانت و بس مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. بیننده های عزیز ما گواهی آن گشتید که امروز فرزندان عزیز مادر مهربان در جشن 60مین یوبیلی خود مادر مهربان را امروز خورسنده خاله را در جشن زادروزشان از نام فرزندان نزدیکان و البته از نام عبدالله تبریک کردیم. یکی از آن فدایی های کاری خود که من طول چندین سالها برای سلامتی دهه عزیزمان همچون سردختر کار کرده همیشه در خدمت همین دهه و خلق وطن عزیز خود هستند. بگذار عمر دراز نصیبتان گرداند. زادروزتان مبارک. امیدم حیاتم توی ای مادری جان مادرم قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جان مادرم شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم افتان و خیزان از رنج دنیا از بحر مایان بر جسم و جانم پروا نکردی از جبر دنیا دوا نکردی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم
تو مهربانی. مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم. مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم. با سرنوازی پروردی ما را، بحر جهان آرازی ما را. بی تو جهانم معنا ندارد، عمر جوانم معوا ندارد. شیرین زبانی درمان جانی، تنها برایم تو مهربانی. شیرین زبانی درمان جانی، تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم. مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم. شیرین زبانم مادرم ای مهربانم مادرم.